صندوق‌های درآمد ثابت یکی از کم ریسک ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری تو ایران هستند و خوبه که بدونید این صندوق‌ها غالباً روی اوراق بدهی دولتی و سایر اوراق‌های کم ریسک سرمایه‌گذاری می‌کنن. از سمت دیگه شما با سرمایه‌گذاری روی این صندوق‌ها خیالتون از سود ثابت و مطمئن و منظمی که این صندوق‌ها میدن راحته و یک گزینه مناسب برای افراد ریسک گریز به حساب میان. از بین صندوق‌های خوب درآمد ثابت میشه از کیان، آتی نوین یا ارمغان فیروزه آسیا نام برد که این صندوق‌ها همگی یک سری ویژگی‌های خاصی رو دارن، مثل شفافیت مالی بالا، از سمت دیگه مدیریت حرفه‌ای و نقد شوندگی خوبی که دارن. این صندوق‌ها غالباً بیشتر از 30% در یک سال سودسازی میکنن. مزیت اصلی این صندوق‌ها ریسک پایین و سود قابل پیش‌بینی و منظمشونه، اما از سمت دیگه عیب بزرگشون اینه که با تورم همراه نیستن و سودشون خیلی پایین‌تر از عدد تورمه. برای انتخاب بهترین صندوق درآمد ثابت شما باید یه سری فاکتورها رو در نظر بگیرید. مهمترینش اینه که میزان ریسک اون صندوق چقدره و بازدهی سالیانه اخیرش چقدر بوده و در نهایت شما با یک مقایسه بین صندوق‌های موجود توی بازار میتونید گزینه مناسب برای خودتون رو انتخاب کنید. اگرچه ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت پایین‌تره، اما سودی که در صنعت کراودفاندینگ و تامین مالی جمعی وجود داره بسیار جذابه. امروزه در طرح‌هایی که پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جمعی حرفه‌ای مثل دونگی اجرایشون می‌کنن، از سرمایه‌پذیرها ضمانتنامه‌ای مثل ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی اخذ میشه که خیال شما رو از اصل سرمایه‌تون راحت می‌کنه. در مقایسه سوددهی صندوق‌های درآمد ثابت و طرح‌های تامین مالی جمعی هم شما می‌بینید که طرح‌های تامین مالی جمعی سود پیش بینی شده حدود 45% دارن که در مقابل 30% صندوق‌های درآمد ثابت حرفی برای گفتن دارن. طرح‌های سرمایه‌گذاری جمعی که توی پلتفرم‌های حرفه‌ای مثل دونگی اجرایی میشن، از یک طرف به خاطر وجود تیم‌های ارزیابی حرفه‌ای و از سمت دیگه به خاطر وجود نهاد ناظر ریسکشون مدیریت شده است و سود پیش بینی شده این طرح‌ها هم در مقابل تورم حرف واسه گفتن دارن. یکی از مهمترین ویژگی‌های کراودفاندینگ هم اینه که سود طرح‌هاش معاف از مالیاته. پیروز و پرروزی باشید.